قاعده 135 زیارت قبرستان ها یا مقابر که به شکل بدعتی است بفهمیم. حالا ما و شما زیارت به طریق سنت فهمیدیم و به او عمل میکنیم و زیارت مشرکین هم فهمیدیم، مثل از اونا و تشبیه خدا نمیکنیم و بعضی از علاماتی هست که این مربوط به بدعتکارا میشه. منظور از زیارت بدعتی به قبرستان به شکل است که مخالف روش رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. این حال رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی به زیارت رفته با یک روش خاص رفته. این حال کسایی که به زیارت میرن بدون روش رسول الله صلی الله علیه و سلم زیارت میکنن، این زیارت چی میگن؟ بدعتی میگن. این زیارت های بدعتی چند قسم است؟ کدام کارهایی است که مربوط بدعت میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده؟ اول محفل گرفتن است در قبرستان، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه در پیش قبرها مجلس نمی گرفتن. کسایی که در قبرستان مجلس میگیرن یک بدعت است. حتی بسیاری از صحابه میگفتن که ما وقت پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفتن، صحابه زیاد مکس نمیکردن، فقط السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا عمر و یا السلام علیکم ابوبکر صدیق، خلاص حتی توقف زیاد نمیکردن. اما ای که مثلا بری اونجا خود توقف کردنش چی ضرور است؟ مثلا یک سلام دادی، احترام کردی، طریقه مسنونه السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین غفر الله لنا ولکم انتم السابقون و نحن بالاثر. اما احادیثی که آمده دبیر بخون، خلاص عبرت بگی این که پیغمبر الله بود، از این دنیا رفت، ما هم میرم. اینال محفل گرفتن در پیش قبر مثلا نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، این خودش محفل گرفتن طریقه مسنونه نیست. وقتی که یک کار خود زیارت رفتن یک عبادت است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به قبرستان رفته و برای اهل قبور سلام داده، پس یک عبادت شد، یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایناله کارهایی که مخالف طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه این بدعت است. پس ما حق نداریم که بر اساس افراد مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم. خب و ما شما و حدیث هم خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قبر مرا چی؟ ایدگاه نسازین. ایدگاه نسازین. ایدگاه چی معنی؟ یعنی محفل، جای محفل ها نسازین که شما بیاین سر قبر ما باز میله بگیرین و مایی و جلبی بخورین و غرغرانه که گپا بکنین. این معنی نیست در اسلام. یعنی در اصل رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی گپا نیست. عن ابی، خب اینی چی است؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قبر مرا ایدگاه نسازین، جای مجلس نسازین، فقط قبر به شکل بسازین که میرین عبرت بگیرین. عبرت جای عبرتگاه باشه. اگر قبرستان آل امی اسلام که هست، امی آیات قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر کدام از این با گذشت زمان حقیقت‌های از این انسان درک میکنه. شما ببینید در اروپا و امریکا یک قانون است که وقتی یک کس فوت میکنه یک مقدار زمینه بر از او خریداری میکنه و جایشه. وقتی که او خرید او در شاروالی برام از زمین ثبت میشه و سر از او یک تخت سنگ میمونه، نامی گپاش نوشته است. حالا مشکلی که در امریکا پیدا شده چی است؟ مشکلشان که حالا در قبرستان ها دیگه جای نیست، زمین هم قیمت هست. در یکی از گزارشات ما خواندم میگه حالا بسیاری مردمایی که غریب هستن وقتی که از خانوادهشان کسی فوت کنه پیسه زمین ندارن، مرده رو در شفخانه اعلام میتن میگروزن. باز شفخانه یک قسم کوره ها ساختن، کوره های آدم سوزی. باز نمون شفخانه میبینه کسی چیز نکرد، کوره میبردم کوره میپرده خاکستر جورش میکنه، خلاص درش میده. و این از اینترنت اگه شما کدام وقت ببینید شکل سوختاندن چیز در کلمه انگلیسیش پیدا کنید نوشته کنید، باز میبینید چه قسم اینا در کوره انسان ها رو میشه. مسلمان ها تا زمانی که مسلمان ها به شکل عادی زندگی میکردن مطابق قرآن و سنت، قبرهای خود چی جور نمیکردن، سمت دیوال و نگپا جور نمیکردن. خب یک نفر فوت میکرد تا وقتی که بچهش زنده بود قبر پدر خود میفهمید، نواسهش هم میگفتن قبر پدر کلام است، یک 3-4 پشت که تیر میشد
فراموش میشه. دیگر یک کس میمرد استخوان از او خاک شده، قبرکن میرفت، شاید امیل در قلب چکان در یک قبر در طول 14 قرن شاید به هزارها نفر در یک جای دفن شده باشه. یعنی اگر در شهدای سالین در یک روز 1000 نفر هم ببری جای میشه. اما حال مشکل در چی پیدا شده که سمت میکنن و پنجره میگیرن و دیوال میگیرن. یک وقت سعی کنی که مرده در این سرک مانده، جایی نیست که چی شوه؟ دفن شده. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما این کارهای شیطان رو نکنین دیگه. کار شیطان که کردی باز دمو غم شیطان گرفتار میشی. حالا اینجا همین قسم شروع شده، سمت میکنن، مردم های پیسه دار هستن، بازار کاشیکاری میکنن، در حالی که همین حرام است، ناروا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی رضی الله عنه گفت برو هر قبر که سال میکنی که از یک بل زیادتر است، خاکش خاک اصلی خودش سرشفت دادن، چپش کو، از بین ببرش، وصولش کو. حالا مشکلی است که عادت ها و رواج ها و تکبر قضیات شده که حالا ایران میمونی که کی نرم میشه که بره مثلا قبر نادر خانه یا قبر ظاهر خانه و یا پنجرهای از رو دست بزنه. اگر نیده اونجا مثلا به هزاران نفر چیز دفن میشه. خب سفر دیگه کاری که از مشرکین بوده که اونا به خاطر امو رفتن به قبرستان و زیارت و ترا چی میکردن؟ سفر میکردن. حالا ما برم به فلانی قبر به خاطر زیارت فلانی، به خاطر زیارت فلانی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه قبر خود چی میکنین؟ حتی در مساجد شما حق ندارین که بگی مولا صاحب امروز کجا میری؟ والا در جلال بسیار یک مسجد خوب جور شده، ما برم نماز جمعه در جلال آباد بخونم. یعنی سفر از کابل به جلال آباد امین ناروا هست به قصد نماز خواندن در مسجد جلال آباد. به قصد مسجد خانه الله هست. چرا پیسه تا ناق مصرف میکنی؟ بین مسجد کابل و بین مسجد جلال آباد چی فرق است؟ 3 مسجد است که اونا منزلت خاص خود دارن، نسبت به دیگه مساجد رتبهشان بلندتر است. باز به این مساجد شما میتونید که سفر کنید. عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. شما قصد سفر نکنین، متوجه باشین سفر است. این حال شما اگر از مسجد اینجا میرین مثلا در پل خشتی نماز میخواین، سفر گفته نمیشه، داخل شهر است، غلط نکنین. خب یک نفر مثلا از خیرخانه میگه من این مسجد عالمش خوب تبلیغ میکنم، من در مسجد مثلا لیلی پانتون یا من در مسجد تکبیر به خاطر شنیدن خطبه خوبش. این داخل شهر است، این سفر گفته نمیشه. اما قصد سفر کردن که با سرتون نماز مسافرانه لازم میشه، این باز ناروا هست. فهمیدین نه؟ رسول الله چی میگه؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. شما فقط میتونین به 3 مسجد قصد چی کنین؟ سفر کنین. چرا این مساجد مرتبه یا رتبه خاص خود دارن؟ کدام مسجد است؟ المسجد الحرام، یکی مسجد الحرام است، کعبه شریف مکه مکرمه. شما میرین به قصد نماز خواندن در کعبه شریف، این سفر درست است. چرا؟ فضیلت از او نسبت به دیگه مساجد نماز فضیلتش بیشتر است. و مسجد رسول صلی الله علیه و سلم دیگه چی است؟ مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یک کس مکه مکرمه رفت، به نیت قبر نرین، به نیت قبر نرین. به نیت چی برین از مکه مکرمه؟ به نیت نماز خواندن در کجا؟ در مسجد نبوی. یعنی حتی برای حاجی ها لازم است که از مکه مکرمه وقتی به مدینه منوره میرن نیت خود جور کنن. اگر به نیت قبرستان برن ناروا هست. به نیت خود میره که من میرم در مسجد نبوی نماز بخوانم و باز چی میکنه؟ باز در مسجد نبوی نماز میخونه، باز اصل رفتن به مسجد نبوی شد. باز بعد از او به مسجد قبا هم میره. حتی به نیت مسجد قبا اجازه نداری که نیت بکنی. فهمیدین گپ دقیقه اعتقادی ره. یعنی فقط 3 مسجد انسان سفر کرده میتونه. مسجد نبوی هست، مسجد الحرام، مسجد نبوی و مسجد اقصی. این حالا که من حاجی هستم یا من رفتیم عمره میخوایم به مدینه منوره برم، به چی نیت میرم؟ اگر به نیت قبرستان و زیارت قبر پیغمبر برم اما اجازه نیست.
فهمیدی یعنی؟ پس اما نیت خدا جور میکنم، من میرم به نیت چی؟ نماز خواندن در کجا؟ در مسجد نبوی. چرا در این اجازه هست؟ و باز وقتی که در مسجد نبوی رفتم به نیت مسجد اقصا هم با مسجد قبا هم با رفتن نمیتونم. چرا اجازه نیست؟ لا تشد الرحال، نکنین سفر. این حالا وقتی که به قصد مسجد نبوی رفتی، باز میری نماز خواندن در مسجد قبا و میری زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و میری زیارت قبر مثلا بقیع الغرقد، میری قبرهای صحابه را زیارت میکنی، میری به زیارت قبرهای شهدای احد، یا باز ضمنی میاین دیگه. اصل نیتت رفتن به مسجد است. باز وقتی که مسجد رسید اونجا هم رفته میتونی. فهمیدین یعنی؟ پس از این خاطر یکی از صفات بدعتی که بدعتکارا میکنن سفر به خاطر چیست؟ زیارت هاست. این بدعت است و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه این کارا نکردن. صحابه اگر میرفتن هم به مدینه منوره به نیت خواندن نماز در مسجد نبوی میرفتن و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در مسجد نبوی و اون حدیث صریح است. سومی کار بدعتکارا که از مانده هست وی است که شمع روشن کردن و نان پختن و لنگر گرم کردن است. در قبر رسول الله صلی الله علیه و آله یک دیگ نیست که لنگر گرم شود. اگر می بود صحابه ای کار میکردن، تابعین میکردن، تابع تابعین میکردن. هیچ پیش قبر پیغمبر هم نه دیگ است، نه لنگر است، نه شمع است، نه چراغ است، نه در دادن است. این حال در منطقه دیگه ای بدعت از کجا پیدا شد؟ ای به خاطر ازی پیدا شد که در افغانستان به خاطر چی شمع را در میتن؟ به خاطر که اصلا در افغانستان قبل از آمدن اسلام اینجا آتش پرستی بود. بعضی از عادات آتش پرستی و مجوسیت به مردم هم تو نقل شده، رواج مانده، فرهنگ مانده. یکی از عادات مجوسیت هموار کردن دستمالای زری سر قبرستان بود. واقعا کسشان میمرد باز میخواستن او را احترام کنن، چی میکردن؟ سر قبر از او یک دستمال بسیار زری را ویزان میکردن. یک چوب دیگر را میوردن، بازی چوب بند میکردن، باز در هم تکای زری و تکای لکس بند میکردن. در اسلام میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که مصرف میکنن مال خدا ناحق برادرای شیطان هستن. تو 4 متر تکه را میری سر از قبر رویزان میکنی، 3 متر تکه زری را میبری، 3 متر تکه زری را برو به یک زن بیوه بده، چقدر خوشحال میشه. برو یه وقتی توقع چوب پوش میکنی، دیگر روز چوب چی میشه؟ هفته میزنه و تکه چی هست؟ همین تبذیر است، مصرف بیجای. اسلام امیر اجازه نمیده. این حالی از عادتها از کجا مانده؟ یک شاعر عربی میگه جمال الوجه مع قبح النفوس کمندیل علی قبر المجوس. بعضی کساست یک استاد ما شعر میخوان والله اعلم دیگه من چیزش نمیفهمم، از زبان از او شنیده بودیم. او میگه که جمال الوجه، یک نفر چهره بسیار زیبا داره و قبح النفوس، لکن نفسش داخلش بسیار زشت است. این تشبیه کرده شاعر به چی؟ کمندیل علی قبر المجوس، مثل همون دستمال کلان زری که سر قبر چی است؟ مجوسی هست. ظاهر قبرش چقدر لکس است، خوب سمت شدگی و خوب مثلا دستمال انداختگی، لکن در داخلش چی است؟ مار و گژدم است. اینا تو چهره مقبول داری، داینا چهره تسهیل میکنی او چقدر مقبول است و خوش قواره هستن، باز که اخلاق تسهیل کنیم که صفر است. میگه تو چهرهت مثل چی؟ مثل دستمال که در روی مجوسی انداخته باشی. پس از این ما استنباط کردیم که امی انداختن دستمال سر قبرها عادت کی بود؟ مجوسی ها بود. و در افغانستان چرا میگه پا زیادتر است؟ در دیگه جای کم است، در افغانستان و پاکستان اینجا زیاد است، چون این منطقه که در اینجا بوده اینجا امی آتش پرستی و بت پرستی، بت بودا و گپا اینجا زیاد بوده است. پس این به شکل عنعنه بسیاری وقتا بعض عبادت ها از عبادت به چی تبدیل میشه؟ به عادت تبدیل میشه. وقتی که عبادت ها، حتی عبادت های مجوسیت و نصرانیت و یهودیت در بین بعض کشورها به شکل عادت در بین مردم چی شده؟ پیدا شده. از دیگه چی است؟ چهارمی عادتشون آراسته نمودن قبرهاست که اینا قبرها رو چی میکردن؟
آراسته کردن. یکی از بدعت ها اینمی خود قبر، ساختن قبر، جور کردنش. مثلا ببین عن جابر رضی الله عنه، بعضی اوقات بعضی کسا میگه که برادر شما این گپا رو نو کشیدین. والله ما راست پرسان کنین، من این گپا رو از اول نمیفهمیدم، از این خاطر سرزیا بحث نمیکردیم. ولی وقتی که سند یا حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میشه میبینه انسان و الله میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه، پس سوره که رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرین، بر مردم تبلیغ کنین، برسانین. کس خوش میشه یا خفه میشه، ولی از ما خفه نشه. اگه خفه هم میشن برن از العیاذ بالله از رسول الله صلی الله علیه و سلم خفه شون، از الله خفه شون، چرا وا حکم الله و رسولش است. ما رو ملامت نکنین. یا از اون صحابی که همین حدیث نقل کردن، این روایت است، خب اینمی صحابه و تابعین و تبع تابعین بر ما نقل کردن و ما مجبور هستیم، مکلف هستیم همین احادیث بخوانیم بر مردم. حدیث از چی است؟ حدیث شریف است. خب قال عن جابر رضی الله عنه قال نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده ان یجسس القبر، یکی یک قبر تجسیس شود. جس چی رو میگم؟ ما شما بسیاری وقتا گچ میگیم که دیمی جس چی شامل میشه؟ سمت و گچ و کاغل کردن و اینی گپا. اینمی رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده که قبر که چی کردین؟ این سمتکاری و سرش آباد کردن و گچ و گپا زدن. از این در رسول الله هم نهی کرده. و ان یقعد علیه، همچنان رسول الله صلی الله علیه و نهی کرده از نشستن بالای قبر. نهی کرده رسول الله صلی الله علیه و قال نهى رسول الله صلی الله علیه و ان یجسس القبر و ان یقعد علیه و ان یبنى علیه، یا بالای از بنای واقع جور شدن، یعنی سر قبر تعمیر جور کردن. امیر رسول الله صلی الله علیه و منع کرده، نهی کرده. او یزاد علیه او یکتب علیه، یا دی زیاد شوه چیزای خاک از دیگه جای آورده شوه، اما خاکی که از خود قبر است همی باشه. سنگ و خاک از دیگه جای بیاری سر زیبانی، اینی نهی شده از این. او یکتب علیه، یا نوشته شوه بالای قبر. امروز که مثلا مردم نامش نوشته میکنن، نام پدرش نوشته میکنن، یا بعضی اوقات مثلا چیز نوشته میکنن، همی قرآن نوشته میکنن و حیوانات میرن سر زوی ادرار میکنن. ما بسیاری وقتا دیدیم این کلش یک حکمت داره که رسول الله صلی الله علیه و چی میکنه؟ منع میکنه. پس همین آراسته کردن قبر. و این حدیثی که من خدمت شما خواندم، این تخریج از این حدیث شیخ ناصرالدین البانی در کتابش به نام جنایز گفته که اخرجه مسلم. این حدیث در صحیح مسلم از جلد 3 صفحه 62 و ابو داود در جلد 2 صفحه 71. این کلش تخریج نسائی و نسائی گفته در قدر است، و ترمذی و صححه الحاکم، حاکم نیسابوری گفته حدیث صحیح است، و بیهقی هم روایت کرده، احمد هم روایت کرده. متوجه هستین زیادت که مگی از ابی داود نسائی و بیهقی بود. این احادیثی است که چی است دیگه از عادات عصر از اینی از جمله چی است؟ مؤلف تبیین الحقائق شرح کنز دقایق یک فقیه حنفی هست. سعی کنین، بعضی کسا تهمت میکنن سر علمای احناف و میگن که والا سمایی کارا رو میکنیم، این مذهب ما هست و شما مذهب قبول ندارین. متوجه هستین؟ یک کتاب است به نام کنز الدقایق، این کلگی میشناسه. کنز میگن، کنز میگه در افغانستان، میگه کنز خواندیم، منیه خواندیم. یک عالم دیگه حنفی همین کتاب به نام تبیین الحقائق این شرح کردن. نام کتاب است تبیین الحقائق شرح و کنز دقائق. و عالمی که این نشته کرده است حنفی هست، به مذهب فقهی حنفی هست. این چی میگه؟ میگه بنا نمودن، نشستن، خوابیدن، قدم گذاشتن، قضای حاجت نمودن، از بول و غائط علامه گذاشتن، نوشتن چیزی، نماز خواندن در میان قبرها یا در عقب قبرها یا چی است، کل میکارا رو میگه این اعمال مکروه هست، ناروا هست، ناروا هست، ناروا هست. و مکروه رو بعضی وقت علما میگن مکروه تحریمی است و تنزیهی است. حالی بسیاری چیزایی که میبینید کل از میان در بالا رسول الله صلی الله علیه و حدیث گفته نهی کرده. نهی به معنای چی هست؟ وقتی که رسول الله میگه که نها منع کرده، یعنی حرام است، حرام است. و یه عالم حنفی کل از این بیان کرده که بنا نمودن،
یعنی کسایی که سر قبر تعمیر جور میکنن میگی درست نیست. سر قبر میشینن درست نیست. در قبرستان خواب میکنن درست نیست. سر از او قدم میگذارن تیر میشن از سر قبر پای خدا میمانن درست نیست. قضای حاجت میکنن در قبرستان ها این درست نیست. علامات میگذارن مثلا بیرق بند میکنن و نشانه و گپا چیز میکنن میگم این درست نیست. نوشتن میکنن سر قبر مثلا آیت الکرسی نوشته میکنن نامه‌اش نوشته میکنن این درست نیست. نماز میخوانن نماز خواندن درست نیست. این کلش در قبرستان یا درست نیست و یا ناروا هست و یا غلط است. از این خاطر انسان مسلمان ما شما فهمیدیم که یکی قبر به طریق مسنونه هست که به طریق سنت رسول الله صلی الله علیه و باشه و دوم قبر به طریق مشرکین بود که علاماتش فهمیدیم و سومش چی هست بدعت ها هست که انسان مسلمان از این چیزا خدا نگاه بکنه. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.